ما با این پیام قصد خوبی داریم. دیدنش کمی سخته ولی برای حفظ جان شیرین شما و عزیزانتون لازم دونستیم. لطفاً تا انتها ببینید. این هشدار واقعیه. مهمه بدونین از اسفند ماه 1401 تا 15 فروردین ماه 1402 یعنی ظرف فقط 20 روز 1217 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در نوروز جان سپردند و این فاجعه جانکاه هر ساله تکرار شده. توجه داشته باشید فقط 20% تصادفات علت کیفیت خراب جاده هاست و 12% اونها مربوط به کیفیت پایین وسایط نقلی است. پس علت بقیش خود ما آدما هستیم دیگه. خستگی، خواب‌آلودگی، سرعت بالا، استفاده از موبایل، سبقت غیر مجاز، تعلل در تصمیم گیری، تغییر ناگهانی مسیر، بی‌توجهی به جلو، توقف در کنار جاده و بزرگراه. همه اینا شایع‌ترین دلایل این آمار دلخراش هستند. و ما با طرز رانندگی ناسالم ناخواسته به جان خود و دیگران افتاده ایم. ایران ما سزاوار این نیست که فرزندانش دچار این مصیبت باشند. در نوروز 1403 چند جان شیرین از میان ما خواهند رفت. هموطنان عزیز، بیایید این بار خودمون یکایک غیرت کنیم و با رانندگی سالم کاری کنیم تا ایرانمون نوروز رو به سلامت بگذرونه. این پیام رو به کسانی که براتون مهم هستن برسونید. به این پویش بپیوندید و منتظر پیام‌های بعدی ما باشید. پویش مردمی جان شیرین.